زنهایی که بیگاهی ها در تک دام ها میشینن همشون چی میشود؟ شوهراشون دایوسه چی میشه دیگه؟ نمیبرند شوهراشون نصیحتشون کنه که جسد همش در بیرون میته تو میبری و خیلی خونت بروی. زن دو قدر اگر بفاره بگی خونه تو خونه هم دقشتا خبرشون یک هفته بگرداخی بشینه ببیویا چی گپه که مردم میگذرن پروا ندارن که اما جاشون توفته. بازی با زنها یک کار کردین دیگ دونر در قدر هم میکنن بیچاره همشون دوم بعد میکنه همه جاشو میتوه. نمیدونم این قدرتی خدا من حیرانم من روز تو رو دیوانه میشی قدرتی نظر میکنی با بعضی جوانا جورش میاره از نک چای بیار با میاره خم میکنه سیناش تا نقش بیچاره میتوه بود زن یاکش میاره مر میبری خدمت بخیر چای بیار اخی این قدرتی خدای تعلیم از قرآن دور ماندیم از حدیث دور مانده دایوس بیناموس میشی خداوند خوب حرام کرد عرق حرام کرد چرا در وجودش دایوسی داره کسی گوشت خوب میخوره دایوس زنش در پیشش آشنایی میکنه پروا نداره دخترش آشنایی میکنه پروا نداره دایوس میشی عرق هم آدم بیناموس میکنه دایوس میکنه همین که بعضی نمیفهمون بعضی با نامش معلی با نامش هم دیرکتور بیگه مست میه خونش میدره با پکا میره ها طلباش ما گناه نکنی این روز تو میمری اول خود عرق نخری این مسخرگی رو بی